به نام الله بخشاینده و مهربان. امروز درسی دیگری تفسیر معنای قرآن کریم را با زبان تاجیکی آغاز میکنیم. شبکه ما را همراهی کنید و حتما به شبکه ما ابونه شوید و نوار را به دیگران نیز فرستید. موافق وعده امروز در مورد نزول قرآن کریم با شما صحبت خواهیم کرد. فرود آمدن وحی بر رسول الله حضرت محمد صلی الله علیه و سلم روز دوشنبه 17 ماه مبارک رمضان سال 610 میلادی در غار حرا به واسطه جبرائیل علیه السلام بود. اولین آیت‌های از قرآن کریم نازل شده 5 آیت اول از سوره علق می باشد. چنان که الله تعالی می فرماید: بخوان ای پیامبر به نام پروردگارت، آن که همه جهان را آفریده است. آدمی را از پاره خون بسته آفریده است. بخوان و پروردگار تو از همه بزرگوار است. اللهی که به واسطه قلم خلقش را تعلیم داد، به آدمی آنچه را که نمیدانست بیاموخت و از تاریکی های جهل به نور علم برآورد. این 5 آیتی که در سوره علق و اولین آیت هایی که به رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شده است. بعد از فرود آمدن این 5 آیت نامبر شده، پیامبر صلی الله علیه و سلم به نزد اهل خود برگشت، در حالی که دلش از ترس می‌تپید و همسر خود مادر مؤمنان خدیجه بنت خویلد را از سرگذشت خود آگاه نمود و برایش گفت: بر جان خود ترسیدم. خدیجه گفت: زنهار و هرگز مترس. مژده باد تو را، سوگند به الله که او هیچگاه تو را خوار نسازد. براستی تو آن کسی هستی که پاس خویشاوندی به جای می آوری و راستگوی هستی. بیچارگان را دستگیری می نمایی، ناداران را پرستاری و مهمانان را نوازش می کنی و در مصیبت ها و حادثه های روزگار دستگیری مردم می باشی. ببینید چگونه سخنهای زیبا را همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم خدیجه، الله از او راضی باشد، گفت. سپس او را خدیجه به نزد پسر عمک خود ورقه پسر نوفل آورد که او مرد دانا و حکیم بود. خدیجه رضی الله عنها گفت: ای پسر عمک، سرگذشت برادرزاده‌ات را بشنو. پیامبر صلی الله علیه و سلم آنچه دیده بود برای او گفت. ورقه پسر نوفل برایش گفت: این همان فرشته می باشد که الله به موسی علیه السلام فرستاده. ای کاش آنگاه دوران جوانی من می بود. ای کاش من زنده بمانم تا آن روز که قومت تو را از دیارت بیرانند. پیامبر صلی الله علیه و سلم پرسید: آیا آنها مرا بیرون کنندگان باشند؟ ورقه فرمود: آره، چنین کنند. هر کس که آنچه تو آورده ای بیاورد
مورد دشمنی قرار گرفت. اگر آن روز را دریابم، توانمندانه به نصرت تو برخیزم. ولی از این صحبت دیر نگذشته ورقه از این جهان چشم پوشید. قرآن کریم مانند کتاب‌های پیامبران پیشینه در یک بار فرود نآمده است، بلکه در طول 23 سال کم کم نازل شده است. گاهی یک سوره به پورگی نازل می شود و گاهی چند آیت از سوره. حکمت از کم کم نازل شدن قرآن کریم و پی در پی فرود آمدن جبرائیل به حضور ایشان به وحی استوار و پایدار داشتن دل پیامبر محمد صلی الله علیه و سلم می باشد، تا که در اول بعثت پیامبری در مقابل سرزنش مشرکان و ضدیت آنها سخت استوار و پایدار باشد. چنان که الله تعالی در سوره فرقان آیت 32 می فرماید: کافران گفتند چرا این قرآن یک باره بر آن نازل نمی شود؟ برای آن است که دل تو را به آن استوار سازیم و آن را به آهستگی و ترتیب خواندیم. همچنین در کم کم نازل شدن قرآن کریم حکمت بزرگی تربیوی دیگری هم وجود دارد که آن زینه به زینه تربیه گرفتن مؤمنان از علم و عمل و احکام دینشان است تا در آموختن و فهمیدن آن آسانی پیدا کنند و از تاریکی های جهل، کفر و شرک که در آن حیات به سر می بردند به سوی نور ایمان و توحید و علم بیرون آیند. توحید گفته تنها الله یگانه را عبادت کردن را می گویند. خب تماشابینان عزیز، ما کوشش کردیم که به طور خیلی و خیلی آسان برای شما از چگونگی نزول قرآن کریم کوتاه بیان کنیم و انشاءالله روز دیگر در مورد تدوین قرآن کریم، یعنی قرآن را نوشته در صحیفه ها جمع آوردن، کمی با شما صحبت میکنیم و همین که مندرجه ترجمه آسان بیان، ترجمه معنای آسان بیان قرآن را که تمام کردیم، حتما کوشش میکنیم و اگر الله خواسته باشد ترجمه معنای آیت های قرآن کریم را برایتان بخوانیم. و بار دیگر تکرار میکنم، من تنها یک گوینده هستم و به خاطر آسان کردن کار آنهایی که خیلی زیاد مشغول هستند برنامه اودیویی معنای قرآن را برای شما پیشنهاد کردیم و این یک برای آنهایی که زیاد کار میکنند راحت است، چون در آن وقتی که با کار مشغول هستید میتوانید برنامه ما را گوش کنید و حتما من به قول MP3 همین برنامه را در شبکه تلگرام برایتان میفرستم و شما میتوانید انشاءالله از آن برخوردار باشید. برای امروز با شما خیر و خوش میکنم. الله نگهبان هر یکی شما باشد. حتما به شبکه های ما ابونه شوید و ما را پیگیری کنید. در مورد چگونه، چون در مورد تدوین یعنی قرآن را نوشته در صحیفه ها جمع آوردن، ما در روز دیگر با شما صحبت خواهیم کرد. الله شما را حفظ کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
мехоҳед шабакаҳои моро дастгирӣ кунед, метавонед аз мутахассисони касбии шабакаи ҳикмат графикаи видеоӣ дархост кунед ё тарҷумаи матнҳо аз забонҳои англисиву русиву арабӣ ба тоҷикӣ, сабти касбии овоз ва дубляжи наворҳо. ҳамчунин метавонед рекламаи молу маҳсулоти худро дар шабакаҳои мо ҷой диҳед. барои маълумоти муфассал ба WhatsApp ва имо навишта кунед. дастгирии шумо баҳри беҳбудии фаъолияти мост.